هوای من به معقول شد. منم وای به معقول شدم. ما پیش خیلی نزدیک شوی و شینی و همین یک بار از دوری دیدی آن همون علاقه خودت آسمانی فلک به حس میکردی. صدرالدین اینی پسرشون نبیرشون آورگی بدان من با حاضر صاحب 5 نبیره و 7 ابیره می باشد. برای همین هم من به شما عاشق شدم که شما همه خیلی قهرمان های در صحنه می آفرید. اوه دشمن، اینقدر دشمن بسیار داشتیم خدا جان. من یک تا دل دارم، من یک چیز دوست می دارم. شخصا من همون چیز دوست دارم، هوای به وفادار میشه. Марьяша, муж твой сидит на 9-м ряду с детьми. Вай, گفتم خدا جان، آنی که یک بارت فروخت بفروشد باری دیگر. خرسند باشه. خیلی میگیرم. این دعای تمام مخلصان شما است. دارو طبیب تنها یک سبب است و شفای آن در دست الله است. شرکت شفا فرما داروهای زیاد را پیشکش شما می‌گرداند. مثلا برای برآوردن موی سر، برای برآوردن ریش، برای فربه شدن، برای خراب شدن، برای دست کردن بوی بدن، فراموش نکنید برای درد گرده، برای دردهای مردانه و زنانه به شما کمک میکنه. اگر از نام کانال ما مراجعت کنید با شما تخفیف داده می‌شود. رقم ها در روی اکران. معلم عزیز، بسیار مخلصان میخوان که درباره جوانی شما و درباره اون که شما کی چگونه اویله‌دار شدید، آیا دوست داشته اویله‌دار شدید و یا دیگر؟ اکنون من یگون کس به همین قدر سال به در آمدیم این سیر نگفته بودم. لیکن امروز میگویم برای مخلصان سیر خوش میکنید. مخلصای این برنامه شما با فکرم از دور و نزدیکان تمام جهان ما را تماشا میکنند. جهان به حتی هستند. بله. من صنف ششم بودم. بعد یک کینوتئاتر خردک داشتیم دوره سویتی با همین کینوی نغز میدیدم و همه نغز میدید، کینو میرفت، بلیت نمیرسید، روز دیگرش همون پر بودم. این در سر خسار؟ نه سر خود. و ما بسیار پدرم هر رایون به قطب رایکم تعیین میشدن. هر کدام من یک تا خواهرم فیضا بود به تولد شدگی، سایرم شومنصور به تولد شدگی، اپی کرامت و اپی محرم هم اسفره به زرخوب به تولد شدگی. با 4 تا پسر و یک دختر و یا حیاتشون کوتاه بود است و یا بایها هم هر جا به تولد شدگی. پدرم کارکنی حکومتی دولتی بودن. کجایی که همون رایونایی که قفا موندگی پدرم هم میفرستوندن. مدت 1.5-2 سال به همون ناحیه پیشرو میشد. این اکنون این قصه دیگر است درباره پدرم سخن کردم. بعد یک تا پسر همونجا کینو میمون. چی میگوین همونه؟ کینو میموند کو؟ های کینو دویژوک، همون دویژوک کتی بوده. این کدام ناحیه ده بود؟ این ناحیه اکن ناحیهش نمیگم اما با خبر نشد. با خبر نشد. این سیر نهانی کن. نامش طاهر. بعد هوای من به معقول شد. منم وای به معقول شدم. ما پیش خیلی نزدیک شوی و شینی و همین یک بار از دوری دیدی آن همون علاقه خودت آسمانی فلک به حس میکردی. عشق و عاشقی انم خیلی بود. چسب و کنک خیلی کرونا مثل امروز. خدا تلویزیون کینویا میبینی ای خدا سبیل ماند غیر از زمین دیگه هیچی نیست. میگویم ده اکنون. بعد کوتاهش میگویم این یک کس خبر داده است پدرم بسیار سخت گیر بودن. همین خیلی یک بار رفتن از کینو. من دو تا دوگانه میومد، دوگانه هم کتی میمون. بعد پدرم رفته من از همون در بر آمدن اما پیش کره خانه گرفته میومد. بعد پسری کلانیم تولد شد، نامش طاهر مونده. پسری دویم نامش فرخ موندم برای اینکه تهران مهنون و یا کتابش خواندگی بودم. همونجا قهرمان اساسی فرخ نام داشت. من به معقول شدم اون قهرمان، همون قهرمان نامش موندم. نام دخترکم گلناز موندم. وقتی که در ازبکستان
اون وقت تو تلویزیون نشان میداد ازبکستان. برادرها میرزای فقط فرزنداشون بودن. بعد همین موسیقی گلناز احیا کردن، ایجاد کردن. وقتی که من وای موسیقی شنیدم، موسیقی گلناز، نام موسیقی گلناز، همین خیلی مفتون شدم و گفتم خدا جان اگر دخترچه شود به من نامش گلناز میمونه. لیکن گلناز دو نام داشت. لیل نبود رودگر نامش دیگر بود و نامی که من مونده بودم گلناز. من همین خیلی صاحب 3 فرزندم، 2 پسر 1 دختر. حاضر صاحب 5 نبیره و 7 ابیره می باشد. ابیره های من اکثریتش در خارجه و یا خردسال هستند. بعضیشون همونجا به تولد شدگی. به همون نفری که دوست داشتید با همون نفر اویله‌دار شدید یا با دیگر نفر؟ من با وی نفر اویله‌دار نشدم، برای اینکه بینید پسر من نامی وی کتی مانده. بله. یک تا جوان در سلخوز میخوند، هوای تئاتر به میبیاد از خوجند خودش. بعد همین برنامه های من، برآمدهای من تماشا میکند، عاشق میشد. بعد نام وی رومیوی تئاتر لختی مینامند. یعنی که فرهاد و هم خیلی شیرینه، هم خیلی فقط تئاتر می آمده است. بعد یک روز اکنون وی خواهش کرده است که شناس کنن، ما شناس شدیم. بعد وی ترسیده هم خیلی است. بعد من گفتم که روی راست کنم. من گفتم شما من به نه قهرمانای من به عاشق شدگی. بله. بعد وای جوان من به میدونید چی گفت؟ نه گفت همون قهرمان های شما آفریده. بله. یعنی که دل شما انا همین خیلی است مثل قهرمان هایی که شما آفریده در صحنه. برای همین هم من به شما عاشق شدم که شما همین خیلی قهرمان های در صحنه می آفرید. بله. انا این و معلم عزیز است، فرزندان پیشه شما را انتخاب کردن یا نه؟ فرزندان بسیار میخواستم پیشه من انتخاب کنن. اکنون در یک لحظه ها دشمنان نموندن، راه ندادن. آه دشمن، اینقدر دشمن بسیار داشتیم. خدا جان نصف عمر مبارزه کتی گذشت. مبارزه جنگ نه، یعنی که اثبات کردن که تو این خیلی نه، یعنی که مهنت کتی جواب دادن. بعد خودی من نمیخواستم، برای اینکه کسب ما اویله به کم میشوی، تو سفرها به بسیار میشوی. این یک نقل های زیادی دیگر است، با یک عالم دیگر دارد. و خصوصا من اکنون قسم خورده بودم که هیچ گاه من هنرمند به نمیرسم، برای اینکه هنرمند همه عاشق وی میشد از یک طرف، از دیگر طرف وی فقط بند است. تئاتر و کینو و من یک شوهر میکنم که وی دیگر که اینو بینید خدا جان مهربان، شوهرم سلخوز تمام کرد. بله. اقتصادیات همه خیلی کسب دیگر داشت. بسیار آدمی نقص، بچه های تربیه میکرد. من کمانجیروف کردم، حتی جمعشویی میکرد، خونه های وی نباشد من کاری وی میکردم. من نباشم این خیلی ما نمیگفتیم که این کاری مردانه، اینش زنانه، من چی این کاره. این خیلی گپ نبود. یعنی یک دیگر فهمی و مهر و محبت و عزت و خیلی هم من شما گفته گپ میزنم. بله. و بعضی ها بران نظرن که هنرمندان در زندگی اویلوی نه همه‌شون خوشبخت شده میتوانند. شما چی نقطه نظر؟ بله، قریب 99% خصوصا از جنس زن همون بخت اویلوی با اینقدر سزاوار نمی شود. برای اینکه من شخصا فکری خودم ده، من یک تا دل دارم، من یک چیز دوست می دارم. شخصا من همون چیز دوست دارم، هوای به وفادار میشم. من نمیتونم اینه دوست دارم و یا دوست دارم. همین گلو بسیاره من بله. باغ به می دراید یا که درخت های میوه بسیار، لیکن از درون همین یک چیز دلت میخواهد. شخصا من از همین خیلی شخصیت ها میباشم. یک بار اویله‌دار شده تمام عمر خود رو یک جا بله، هوای به بخشیدن در کار. عموما بسیار زن گرفتن فایده ندارد، بسیار شوهر کردنم
لیکن سبب خصوصا حاضر من کمیته زنها با هستم سال تا سال میشنوم که اینقدر جدا شوی بسیار است. بعد شخصا من فکر میکنم برای چی این خیلی؟ برای اینکه باید یگان عذاب زندگی ندیدیم. نه جنگ دیدیم، نه گشنگی دیدیم، نه تشنگی، نه عذاب، همه چیز مهیا. خصوصا اگر زنتیان مثلا تو مکتبای خونده، کسبای آموخته، پخته، رسیده، مهنتت کردی، اکنون زن گرفته ایستاده. بله. در خارجه 40-45 به افغانستان، ایران، دیگر جومان رفتگی و یا بعد میخونن، خاندار میشن، ماشین میخرن، پولدار میشن، هم بعد خاندار میشن که هم زن نگاهی بین کنن، هم فرزندی که به دنیا میبیاید. بله. این پخته میرسن. یعنی ما بعد و یکی خودش مهنت نکرده است. مثلا من مهنت کرده همون چیز خریدم، کوسمی دیگر چیز من وای احتیاط میکنم وای نغلطد، نشکند، شستنش هم بسیار هم وای وقتی که وای چیز مفت آمد وایش مفت آمد میشکند می اونجا. خب وای این فلسفه زندگی است. لیکن من فکر میکنم که در هندوها بسیار فلسفه بلند دارند، تاجیکو، ما فارسی ها. عالم ما باید که همین پسیخولوگ و پسیخیاتر همین کسب. من حیران هم مفتش شدنی، اقتصادچی شدنی، من نمیدونم همین برای بانکیر شدنی و همین خیلی چیز خوبه. لیکن پسیخولوگ و پسیخیاتر من فکر میکنم قریب هر یک خاندان با لازم است. وقتی که من بیمارخانه بودم من همونجا روزی دویم علاقه گفتم من با پسیخولوگ یا بیتون پسیخولوگ جیغ زنیتون و یا حیران شدم. حتی فکر کردن که من خوشم دیگه وای شده است. کمتر من وای شده همه خیلی. من علاقه هیچ که من اکتریسه که من هر دکتر چی میگود این چخیل نگاه میکند وایش با نگاه کرده من جیغ زنم قاشق چقدی تق میکردم که اونجا نیست که سیم زنی وای کنی. بعد نمی اومدم. بعد میفتم های نزدی من بیایید نمیشنویده. بعد این خیلی یک باری خیلی کردم. من خیلی کردم که یک تا دکتری جوان تو برین اومد. گفت اینجا تئاتر. و من گفتم میبخشید شما از کجا؟ بعد گفت که من از پنجکینه. من گفتم رودکی کار کردیم بس نبود. من گفتم تئاتر اینجا؟ اینجا هنرمندو بوده است. گفتم من بیخبر. همین سخن کتی و یا مفکوره بیزیبی و یا من همونجا به علاقه پخش کردم. یعنی که در هر یک لحظه تو هوشیار شدن در کار که تو به چی میگویند تو چی باید وای بگویی. برای اینکه این خیلی آدم ها بسیار شدگی مسخره میکنن این چیزا نمیگویند که این کلانسال این فلان گپ بسیار شده. و شوهرتون زید همین کسب شما نبودن؟ نه عجایبات اکو من نمیدونم این وقتی تو من با میرسد عجایباتش این که شوهرم من از همین صحنه دیده دوست داشت و هر نقشه‌ای که من می آفریدم وقتی که فرزنددار شدیم فرزندای گرفته آمده میشیشت برنامه تماشا میکرد. لیکن یک بار عجایب شد من نقشای فاجعه و درامای بازی میکنم. یکی من با یک نقش زنی کمتر سبک پایی و چیز پرستی همه خیلی ویا دادن طاهری کتی بازی میکنم برون رجب و همه آنهایی که مسخکبه هستن. بعد اکو اونجا با عاشقی و کمچه نغمه بوده با همون کارگرها گفتن که خصوصا آنهایی که لباس میپوشندن با گفتن مریاشه گفتن همین شوهرت یکی بیاید توی بینت هم خیلی صحنه به بچه. من گفتم من شوهرم تیار کسی این برنامه اینقدر نغز نه این تماشا نکنید این لازم نه گفته و یا تیار کسی بود که همون روز یکم پریمیره همون لباس پوشک اومد گفت که ماشه نومش Марьяша муж твой сидит на 9 ряду с детьми. وای گفتم خدا جون دویده رفتم پیش طاهری. من گفتم آقا جان همون لحظه ای که نزدیک میشی کو آغوش کردنی التماس همون نشود با اون خیلی رقصیدن و خیلی وای ها نغمه گفت وای خانم پس چی شود
ما اینا کار کردیم این ایرانی بودن. صحنه است ها. آخر این صحنه است خانم جان. نه من این کارو نمی. من التماس میکنم شوهرم با شوهر چیکار دارم. من گفتم خانه جدا میشه. التماس آقا جان دیگر جا به مایلش 100%. لیکن همین روز احتیاط کنی. بعد ویم احتیاط کرد و خیر رقصیدیم. و بعد وقتی که پشتی من تماشابین بشد که ما رقصیده والس کتی رقصیدیم، همین قدر من خندیدم از خنده من. ولی که صحنه به ما طاهری خنده کرد، اکنون بای نباید خندد. بعد پشتی صحنه رفتیم. من گفتم آقا چی به شما خندیدید؟ گفت ای خانم وقتی که شانه های شما اینقدر میلرزید پس چخیل من طاقت بله. اینقدر صحنه چیزهای عجایب دارد. عجایب دارد. شاگردان فکر میکنم به نهایت شاگردان زیاد تیار کرده. خدا به شکر در این 45 سال شاگردای نه تنها در دانشکده عالی به نام استاد میرزا ترسونزاده، بلکه خودی من مکتب شدم، مکتب فرهنگی و تئاتر کودکان شدم. سالهای بسیار هم مشکلی 94 که آدم‌ها یک بریده نان به زار بودن، هیچ کس به فرهنگ لازم نبود، جنگ میرفت، همه در ترس و در وهم بودن. من خیلی مکتب شدم و شعار مکتب من رفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک بود. و به همه این کلمه ها من صحنه ها نوشته خود کودکا می بازیدن. این یک عالم عجیب. این کتاب گل امید مریم عیسی، اونجا کتاب چند برآمدگی است. این یک عالم دیگر. اولین بار تئاتر کودکان در تاجیکستان همین سال 94 شده شد. بعد مرکز معنویات باز شدم نزد همون تئاتر و مرکز معنویات با 3 زبان، تاجیکی، روسی، انگلیسی. و همون کودکایی که تو مکتبی بودن 5 ساله 6 ساله با ایها 3 زبان کتی شعر میخوندن، سخن میکردن، صحنه ها بازی میکردیم، سرود ها بود. و وقتی که ویا مکتب میرفتین بسیار پدر و مادر آدمای بسیار نامدار، صدرالدین عینی پسرشون نبیرشون آورگی بودن منبع، یوسف بیکوف نبیرش دستی منبع خواندگی بسیار بسیار. بعد همون مکتب وای میشد صحبت میشد پیش از قبول کردن. میگفتین که این بچه یا این دختره که دویم صنف بگرفتن در کار. اینقدر من آنها در عالم فرهنگ و دانش و زباندانی و شعرخوانی و شعردانی سال 94 علاقه در این مکتب حاضر خیر خدا به شکر من در تلویزیون دیده ایستادیم. البته پیشوای ملت ما، اساسگزار صلح و وحدت، پرزیدنت مهربان ما، همه این چیزها به دستشون دراز کردن. اون وقتا البته امکانیت نبود. دولت بسیار هم خراب بود، کمبودی ها بسیار بود. حاضر بینید که در همه ساحه پیشروی ها، دیگرگونی ها زیاد هستند. اکنون من چی میخواهم؟ من میخواهم گویم ای آدمان، ای آدمان، نیکی ماند در جهان. لیکن از شمایان هم بسیار چیز وابسته است. هزار من شما گویم که تو خون، تو فلان شو، اگر تو نخواهی بله انا امینه برای همین خیل مملکت، همین خیل وطن زیبا و دنیای بینید چی شده ایستاده است. اینجا آب برسوده است، اینجا انواع دود سیاه از دریا میبیاید که همه جای چپا کرده ایستاده است. آخر هزار بار شکر همین آسمون به نگاه کرده یکم چیز از جا میخیزی. خدا به شکر، خدا به شکر گفتن در کن. و چی گفتنی من هستم. مصرع‌های بسیار میخواستم یک چند تا شعر خونم. شما سوالاتون کتی من گپ در آوردی. یک تا من دل خودم شعر کتی تسلا میتیم. نقشایی که آفریدم، منالوگ ها، همونجا وقتی که در بیمارخانه بودم هم نیوای های میخوندم تا نیمی شب میخوندم هم خیلی خودم زنده میکردم، باز خودم دست به میگرفتم. باور مکن بر عاشقی کز موری آید نزدیک،
آنی که یک بارت فروخت بفروشد بار دیگر. آنی که بر عشق و وطن ایمان ندارد این زمان، بر یک پشیز هر دو را فردا فروشد بگمان. انا این چیزها کم شود. بله. و معلمای عزیز آنچنان خوش صحبت هستند، آنچنان ادبی سخن میگویند که اگر ساعتها با معلم عزیز نشسته صحبت کنیم، ساعت نگوی 1001 شب. بله این کم است. چنین هنرمندان واقعا هم در سینمای تاجیک انگشت شمار هستند و ما باید این شخصیت های بزرگ را چون گوهرک چشم دوست داریم، احترام کنیم، احتیاط کنیم، چون که عمر آدمیزاد گمان میکنم خیلی کم است و ما باید آنچنان آن را به سر بریم که از آن افسوس و پشیمانی نخوریم. و معلم عزیز در آخر نه در آخر نه عبدالرحمن جان، من گپ دارم. من همین خواهش دارم، نه تنها برای خودم، برای آن زنها، آن مادرها، آن مردهایی که اینقدر حیاتشون با مهنت صرف کردن، وقتی که آنها 80 ساله شدن با آنها مهربانی کنند، غمخواری کنند، برای اینکه هر یک روز آنها قیمت می‌ایستد برای آنها. برای دیگران هم اینچنین. ما اینقدر دوستان نزدیکمون رو از دست دادیم، از دست همین یک بلایی که به سر همه به دنیا آمد. من بسیار خواهان آن هستم. اکنون غم مای شمایان خوریتون، شمایان اکنون غم خور شویتون. ما تولد کردیم، فرزند نبیره ابیره، کتاب نوشتیم، درخت شناندیم، بوستان سرای ساختیم، شاگردای تربیه کردیم، کتاب نوشتیم، همه چیز. من میگم که 4 یا 5 چیزا اجرا کنی. حج به خدا به شکر رفت آمدیم، همین چیزای اجرا کنی تو قرضدار نیستی. این 4 چیز نه، 40 چیزی که در همین دنیا هست، شخصیت هایی هستن که همش اجرا کردیم. اکنون مهربان شوید و غمخوار شوید. بله. بینندگان عزیز، هنرمند هر کجا باشد قدر بیند و صدر میشیند و تشکر میگویم به استاد عزیز هنرمند ناتکرار که دعوت ما را پذیرفتند و صحبت خوب و گوارایی داشتیم با ایشان و در آخر تمنیات شما را به مخلصان و بینندگان برنامه ما میشنویم. تمنیاتم فقط صحت و سلامت باشید. شخصی که صحت و سلامت است و همه چیز خواهان است. اگر سلامتی نباشد، نه دولت، نه پول، نه منصب، یگان چیز نظری تو نمی‌آید. و اگر شما دارا باشید، دریغ ندارید، همت کنید. و ما نیز استاد عزیز دعا میکنیم که شما همیشه پیش از همه سلامت باشید، خرسند باشید. خیلی میگیرم. این دعای تمام مخلصان شما است، دعای پدران، مادران، نفرانی که در حقیقت هنری والای شما را قدر میکنند. همین گونه زیبا، همین گونه جوان، همین گونه زنده دل و مهربان بمانید. آمین. آمین. رحمت. بینندگان عزیز، مهمانی برنامه چهره آشنا بودند. یکی از مشهورترین هنرپیشه تاجیک، نفری که همگی دوستش می‌داریم، احترامش میکنیم، هنرپیشه خلقی تاجیکستان مریم عیسایی‌وا و در کارهای منبعده شما استاد عزیز برار و موفقیت‌های نور آرزومندم. برای این من تبسم میکنم، شاد هستم. بله. خیر، تا برنامه‌های دیگر.